در همه برنامه‌تون یوتیوب هم تماشا می‌کنیم. شیخ عبدالمحسن شنقیطی میگه ما امروز محمد علی بچه‌ها دو شنقیطی گفته شیخ شنقیطیش میگن همین که نگولا میشه مقصدی که خدا با عقلی برسونه. من سوال یکمتون از دیگه میدید. سوال دوم شیخ عبدالمحسن قاسم هست استاد ما و آدم دیگر کس است امام خطیب مسجد نبوی. شیخ شنقیطی این نسب است، این نام نیست. این نسب یعنی نسبتا به یک قبیله که در ماوریتانیا هست، قبیله علم است. هر کسی که امروز از همون ماوریتانیا هست بگذار از همون قشلاق شنقیط نباشدم شنقیطی گفته میشه، برای آنکه یک دولتی کلان با یک قشلاق شناخته شده است. یعنی ماوریتانیا گوید آدمو نمیدوند، شنقیطی گوید میدوند. سبحان الله، به یک قشلاق یک دولت مشهور کرده است. یعنی که بگذار بسیار بعضی عالم ها از همون شنقیط نه، استاد ما در مدینه تولد شدن، پدرشان از همون ماوریتانیا هست، شاید از همون قشلاق شنقیط نیستن، لیکن نسب اینها یعنی نسب در این کشورها فقط به بابا و اجداد نه، مانند امام بخاری نسبتاً به شهر، نسبتاً به کسب، مانند امام ذهبی پدرشان طلا فروش بودند، امام قدوری دیگ فروش بودند نسبتاً به قدرون دیگ. همین گونه علما نسبتاً به شهر، به دیه، به کسب و کار، نسبتاً به یگان حادثه ها نسب داده می شدن، نسبت داده می شدن. یعنی که شیخ شنقیطی میگوییم مراد شیخ محمد، نامشان محمد است، ابن محمد مختار شنقیطی. انشاءالله یگان روز دربارشان برادرها بسیار طلب کرده هستند، یک ترجمه حال میکنیم. شیخ حالا زنده هستند، اطراف 64 ساله 65 ساله هستند. انشاءالله یگان روز دربارشان معلومات میتیم. نه نام بچه‌تون شنقیطی نگویید، برای آنکه این شنقیط نام نیست، این نسب است و به این تغییر نمیگیرد. نام خوب مانید، بله نیت کردن خوب است مانند علما شود،